عرض سلام خدمت برای بچه قلی کریم و برای بچه قصبه. هرکی تو خراسان شمالی صدای ما رو مشنوه. خب بیتان بگم که از امروز میخوام براتون کلیپ بزنم، کلیپه خفن. یک از ترقی بود، خیلی ترقه بازی میکرد، از بچگی عاشق ترقه بود. آقا این رفت به چی؟ رفت به تهران به کارگری. آقا رفت جای افغانیه گفت داداش دنبال کار میگردم، کارمار برای ما نداری؟ افغانیه گفت بیا بریم سر کار با هم دیگه. این رفت با سر کار به کوچی، با خانه تازه، خانه نو. کار کوچیه. این از ترقه تعجب که گفت ما را کجی موری؟ گفت موری اینجا سر کار تو رده. ای بابا چقدر حرف مزنی. گفت ما را بر به خانه. یک موقع دیدم به خانه نگاه کردم، دیدم هیچ کی دور بر ما نیست. نه کار کجیه؟ بیل هم نیست، اسنبولی هم نیست، کمچه هم نیست، هیچی کاری هم ما رو آوردم اینجی. یک دفعه دیدم چاقورم اینه گردن ما گذاشتم، میگه بکش با این. چیره بکشم با این؟ چیره تو مال ما بکشم با این؟ گفت نه پس شلوار رو بکشم با این، تو مال رو بکش با این. ما زری اصلا این چاقوره که دیدم گفتم الان میخوام ما رو بکشم. زری از خجالت که نکشم دیدم دور برم که هیچ کی نیست که کین ما رو ببینه. یک شلوار من کشیدم پایین، گفتم امو درد که نمیره؟ گفت نه امی جان درد نداره که. خنق امی چی میگی تو؟ دردش کوچیه، مال ما کوچیکه. ما هم باور کردم کوچیکه، خوشحال رفتم وای خندیدم. خندیدم کیف کردم مثل غر. بعد این افغانیه رو میگی چه کار کردن به ما؟ گزگش گرم یک توم بدن کین ما نقطه همشیگه. یعنی دلم خونه گرفت در زنی. گفتم ایچی توپ بید گزگشون دومی در کین ما. بعد دیدم یهو پشیمان رفت. گفتم چیه؟ گفت اینجیره کلن گوار. گفت اینجیره بکین. گفتم به اینجیره بکین ما نبینی؟ گفت نه. ما هم باور کردم. گفتم الان فرار برم خوشحال کندم یک دومت اینجیره کندم. گفتم برو خانه ده. گفت نه کجی بری؟ میخواد تو اینجی جا کنم به قبر. گفتم نه این کار نکن، 10 تا کین بهت متم. گفت 10 تا؟ گفتم ها خدا وکیلی 10 تا کین بهت متم، کسکشی کار نکن. آقا ما رفتم به اینجی خاک ریخت بالای ما، فقط کینم به بیرون بود. گفتم چگاه منی خنقمی خفم کردی؟ خفم مردم. خنقمی یه هواکش اقلم به ما مدادی کسکش. گفت هواکشن یادم رفت به بنا بگم کار کنه. ازم مردم ازن رفتم کسکش همچین در کین ما که گذش خواب زدم در عمل از باییم. یک موقع دیدم از دماغم او مریزم. جان چی بگم الان گریم میگیره ولی شما نمیبینین گریه ما رو عمو جان. همچی اومد دماغم میده. گفتم باران گرفت خدایا الان این خاکا منن کنار. گفت کسکش باران کشیه این اومد مای همه تو دماغت. گفتم کسکش تو مگه خری؟ کسکش چی بود از اینجا آمد به دماغ ما جاره؟ خلاصه خدا رم کرد به ما. خدا رم کرد یکی امد در زن کسکش فرار کرد. ما هم از خجالت تو مان که ندارم چگاه کنم. بیرن من دور کینم بستم. بگم نمیدنم کی آمده به کین ما کرده تو خوب فرار کرده. چیکار کنم؟ در این داستان گفتم که شما بخندی خراسان شمالی ها کیف کنین دیگر نامردا.